قسم پرزیدنت برای تمام اهالی تاجیکستان و مخصوصا برای هر یک شهروند اهمیت کلانی سیاسی دارد، چون که در این قسم به طور مختصر و عام باشد برنامه آینده سازی ملت معین کرده شد. جناب عالی جنبه‌های اساسی ساحه رشد تاجیکستان را در این قسم خود مختصر بیان نمودم و ما باوری داریم که در آینده از روی این گفته خود عمل میکنیم. برای من این اهمیت کلان دارد، زیرا که وقتی قسم خورد بر وعده خود نیستد. اگر که میگه قسم نخورد مثلا کار را اجرا نمیکنه؟ نه خیر اجرا میکنه، اما لیکن مثلا وقتی قسم خورد موافق اون قسمش یکمش اگر ترس خدا باشه همون رو اجرا میکنه. اگر مثلا وعده نداده باشه خیر شاید میکنه یا намекне, по гуману. Означает то, что он дает честь Таджикистану, народу Таджикистана. А для вас что означает? Для меня он уважительный человек, я его уважаю, как и все остальные. برای من همچنین شهروند تاجیکستان اهمیتش اینه که بعد از هر نوع قسم یاد کردن و در این دوام اناکی این 7 ساله که با سردار دولت میموند باید که از روی وجدان از روی قسم یاد کردگیش تمام مردم تاجیکستان رو برابر نگه کنند. ما باور میکنیم که انشالله به همین قسم یاد کردگی خودش نصیب سزاوار میشود. همه خیلی میفهمم که گویا ما همه کسا در یک کشتی نشسته ایم و اون کس کاپیتان کشتی هم همه کشتی خیلی با کدام سمت که برد ما در همه کشتی هستیم و البته تاثیر ما هم هست. جمعیت را برای همین جمعیت تاجیکستان برای هم نگاه کردن تاجیکستان خودش قسم میخوره برای هم